یه شب که مست بودم رفتم خونه دوست صمیمیم بخوابم، اما نصف شب مادر دوستم با یه لباس جذب اومد بالا سرم و مجبورم کرد که باهاش. این داستان کاملا واقعیه. سلام، من محسنم و 23 سالمه. اهل کرجم و مجردم و با خانواده زندگی میکنم. ماجرای رابطه داشتن من با مادر بهترین دوستم از یه شب خونه اونا موندن شروع شد. البته این ماجرا برای 2 سال قبله. من و محمد دوستم خیلی با هم صمیمی بودیم و همیشه هر جا می رفتیم قبل از هر چیزی به هم دیگه می گفتیم. حتی جونمونم واسه هم می دادیم. یعنی تا این حد صمیمی بودیم. ولی اشتباه من باعث شد همه چیز خراب شه. یه شب محمد به هم زنگ زد و گفت که خونه باغ یکی از دوستای صمیمیش دعوت شده و میخواد منم باهاشون برم. منم بعد از کلی اصرار و خواهش بالاخره قبول کردم و باهاش رفتم. بعد نیم ساعت رانندگی و خارج شدن از شهر به یه باغ بزرگ رسیدیم و من چون علاقه‌ای به اینجور جاها نداشتم زیاد به محیط علاقه‌ای نشون ندادم که رفیقای محمد با دیدنمون شروع کردن به صدا در آوردن و این چیزا. تعدادمونم زیاد نبود، تقریبا 6-7 تایی بودیم که یکی از پسرها با خودش مشروب و چند تا قرص آورده بود. من مشروب خوردم اما پایه قرص نبودم، ولی نمیدونم کدومشون تو حالت مستی به هم یکی از اون قرصا رو داده بود. اون قرص باعث شد اون شب اون ماجرا پیش بیاد. حالم زیاد خوب نبود که محمد گفت برای اینکه خانواده‌ام متوجه نشن منو میبره خونه خودشون. تو حالتی نبودم که بتونم تصمیم بگیرم یا حرف درستی بزنم. محمد بدون جواب گرفتن از منو با خودش برد. بعد نیم ساعت به خونهشون رسیدیم که مادرش اومد و با حالت نگران گفت پسرم خوبی؟ نتونستم جوابشو بدم. محمد منو برد تو اتاقش و بعد از چند ساعت خودش رفت سر کار، چون توی کارخونه خشکبار کار میکرد و ساعت کاریش 5 صبح بود. همه چیز بعد از رفتن محمد شروع شد. بعد از رفتن محمد مادرش بالا سرم اومد و تا از حالم با خبر بشه که من زیاد حالم خوب نبود و هر کاری که میکردم دست خودم نبود. اصلا اون شب رو درست یادم نیست. ولی مادر محمد بالا سر اومد و شروع کرد به بدنم دست زدن. از لبام کام میگرفت. منم بدون اینکه توجه کنم یا به خودم بیام که ببینم دارم لبای کی رو میبوسم همراهیش کردم و پیرهنشو کندم و تا نزدیکای صبح با هم لذت بردیم. صبح تقریبا ساعت 7 بود که گوشیم زنگ خورد و من بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم. محمد بود و میخواست بدون حالم خوبه، غافل از این که من با مادرش. منم تو حالت خواب و خماری جوابشو دادم و اونم ازم خواست قبل رفتن به خونه خودمون یه سر برم پیشش و منم قبول کردم. با قطع کردن گوشی تازه متوجه همه چیز شدم. سرمو چرخوندم که مادر محمد و لخت طوری که بدن سفیدش رو لحاف مخفی کرده بود بغل خودم دیدم. با حالت شوک از جام بلند شدم که دیدم خودمم. یعنی چی؟ من دیشب چی کار کردم؟ با صدای من اونم از خواب پرید، بیدار شد و با اشفه اومد و بغلم کرد. گفت که دیشب کلی بهش خوش گذشته، ولی من اصلا نمیتونستم باور کنم که همچین غلطی کردم. محمد عزیزترین کسم بود. هولش دادم و لباسمو پوشیدم و خونه رو ترک کردم. حالم خیلی بد بود. عذاب وجدان داشتم و نتونستم اون روز پیش محمد برم و تا 1 هفته خودم رو قایم کردم. هر چیز زنگ میزد نمیخواستم جواب بدم و میگفتم که یه کاری دارم تا اینکه یه شب رفیق مشترکمون به هم زنگ زد و گفت که محمد تصادف کرده و منم چون محمد بابا نداشت و مادرشم آدم درست حسابی نبود نخواستم تنها بمونه و رفتم بیمارستان. بیمارستان خیلی شلوغ نبود و به محض رسیدنم به بیمارستان سراغ محمد رو از یکی از پرستارها گرفتم. اونم گفت که یه تصادفی آوردن و
خوشبختانه چیزیش نشده. تو اتاق ایستادم تا حرفشو کامل بگه که یهو دوست مشترکمون صدام کرد. منم بعد از دیدن صورت پریشونش اول نگران شدم که گفت چیزیش نشده، فقط دستش مو برداشته و از این جور حرفا. بعدم با هم رفتیم سمت اتاقش که مادرشو دیدم. با دیدن من خوشحال شد، اما من با دیدنش یاد اون شب لعنتی افتادم و حالم بد شد. خودم رو جمع و جور کردم و پیش محمد رفتم. اون شب بیمارستان موندم و تا صبح مراقبش بودم. بعد 2 روز محمد مرخص شد و منم خونه‌شون رفتم تا ببینم چیزی نمیخواد که مادرش با دیدنم به هم گیر داد و هی اشوه می اومد. اصلا نمیخواستم توجه کنم. به خاطر همین 2 روز واسه احوال پرسی محمد میرفتم خونه‌شون و بعد 10 دقیقه خداحافظی میکردم. اما عذاب وجدان ولم نمیکرد. دلم میخواست با محمد قهر کنم که دیگه مادرشو نبینم. اما بعد پشیمون شدم و با خودم گفتم که محمد رفت سر کار، میرم و به مادرش میگم که دست از سرم برداره. فردا شبش رفتم و مادر محمد با دیدنم ذوق کرد. گفتم باهاتون یکم صحبت دارم. اونم تعارفم کرد که برم تو. منم همراهش رفتم که تا اومدم حرف بزنم خودشو انداخت تو بغلم و از لبان کام گرفت که یهو محمد تو راهپله ما رو دید. گوشیشو جا گذاشته بود و برای اون برگشته بود که ما رو تو اون شرایط دید. خواستم بهش بگم که من هیچ کاری نکردم که شروع کرد به فحش دادن و داد و بیداد کردن. من و محمد هیچ وقت به هم بی احترامی نکردیم، اما اون شب دست روش بلند کردم تا آروم شه. اونم کلی به هم حرف زد و مادرشم مظلوم نمایی میکرد که ثابت کنه من میخواستم خودم رو بهش نزدیک کنم. بعد اون شب محمد ازم دور شد و همه محل و دوستام قضیه رو فهمیدن و همه شخصیت یه آدم لاشی رو به هم دادن و کسی باور نمیکرد. منم که دیگه طاقت این حرفا رو نداشتم، یه کار تو ارومیه پیدا کردم و الان 2 ساله که اینجا تنهایی زندگی میکنم. اما چند وقت پیش فهمیدم که مادر محمد رو با یه مرد گرفتن و همه فهمیدن که من بی تقصیر بودم و محمد از خجالت کارای مادرش خودشو کشته. خیلی ناراحت شدم، بیشتر به خاطر محمد. اما من هر کاری کردم که محمد بفهمه من اون شب تقصیری نداشتم، اما باور نکرد. بعد ماجرای خودکشی محمد خیلیا گفتن که دیگه برگردم، اما من دلم نمیخواست و هنوز ارومیم. حس میکردم اگه برگردم عذاب وجدان نمیذاره زندگیمو بکنم. خب رفقای جان، برای دیدن داستانهای بیشتر چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال. تا درودی دیگر، بدرود.